درود به شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تلویزیونی دوشنبه. اینک برنامه بایشتی است مهمانی کاشان‌های شما. مهمانی نوبتی برنامه ماست آوازخوانی جوان و محبوب مهرانه خیرالدین. خوش آمدید به برنامه بایشتی ها. سرآغاز میخواستم درود و پیغام خویش را به مخلصان برنامه ما رسانیده باشید. تشکر زیاد. اولا میناداری خودم رو به سرپرستی این برنامه میرسونم و به همه مردمی تاجیکستان سربلندی و سلامتی رو خواهانم. خب مهرانه بگه این شما چی آماده میسازیم و برای اون چیزی که ما آماده میسازیم کدام محصولات ضرورت دارد؟ این لحظه بهر بینندگان تلویزیون دوشنبه ایجدی یک خوراک با نام دملمه آماده میسازیم. به ما لازم میشود کارتوشکا، سبزی، پیاز، پمیدور، گوشت، کرم، لبلبو، کبودی و اینچنین قلنفوری بلغاری و سیر پیاز لازم می شود و اینچنین ما کمی روغن هم همراه میکنیم و این لحظه من به کمک شما می پردازم و مهرانه بید آغاز میکنیم. شما گوشت ها رو میده کرده ریزه کرده در دیگ. به فکرم یکی دملمه شما از دیگر دملمه با اون فرق میکند که یعنی شما گوشت رو اول کمی بریان میکنید برای ملایم شدن و برای خوب پخته رسیدن و باقی مانده محصولات ها رو باشد ما پی هم یعنی که به دیگ میچینیم و با آب کمی بوغ میدهیم و چند لحظه منتظر میشویم و وقتی خوراک آماده میشود آن را کشیده یعنی که به راوی پیشنهاد میکند مهرانه خیرالدین. خب مهرانه تا جای من آگاه هستم و شما در برنامه قبلی هم اشتراک داشتید و یک خورش بهر بینندگان آماده کرده بودید و میخواستم پرسیده باشم که از برنامه گذشته بایشتی تا به امروز باز چند خوراک دیگر آموختید؟ البته بسیاری خوراک ها را آموختم. فکر میکنم که پخته میتوانید نه؟ بله. خب مهرانه چون در برنامه قبلی هم صحبت سری آن رفت که شما یعنی که از خوردی در صحنه هنر بودید، یعنی که از خوردی یعنی که در چورابینی ها اشتراک میکردید و در فستیوال ها اشتراک میکردید و حتی در فستیوال های بیرون از کشور از زمانی که خواننده مکتبی میانه بودید اشتراک میکردید و غالبیت نیز به دست آوردید. میخواستم اطرافی ان همون یعنی که اولین قدم هایی که در جاده هنر بود صحبت داشته باشیم. بله درست قید کردید. من از خوردی خیلی زیاد صنعتکاری را دوست می داشتم. حتی از سنی 8 سالگی هم گویم خطا نمی کنم در چورابینی های مکتبی ناحیوی دایم اشتراک می کردم. یگانه بردی من این است که با خواهش والدانم، پدرم، مادرم من این هنری خود را سعی دادم. یعنی از زمان خوردی یعنی که سرآغاز شما اومدید به دنیای مکتب هنر موسیقی. خب یعنی که در سنی 8 ساله بودید و در چورابینی های مکتب شرکت می‌ورزیدید، همین طور بود؟ یعنی که چگونه شما راه یافتید به مکتب موسیقی؟ پیشنهاد از کی بود؟ یعنی که شما فکر میکنم که ختم کرده مکتب موسیقی هستید. بله پیشنهاد از خودی پدرم بود، چون که من در مکتب در آزمون ها بسیار به نهایت برآمد میکردم. آن کس خواستند که من در مکتب موسیقی ناحیه ورزاب داخل شوم، نازکی های موسیقی را از خود کرده باشم. محض با رازگی پدرم من این مکتب موسیقی را طول 5 سال خوانده تمام کردم. همه چیزی که برای خود آموختم با دستگیری استادان خود نازکی های موسیقی را در مکتب میانه بچگانه صنعت ناحیه ورزاب خوانده یعنی که ختم کردید و دیپلم هم گرفتید. و میخواستم این لحظه پرسیده باشم که وقتی که شما به مکتب موسیقی اومدید الکی من فکر میکنم که 12 یا 13 سال داشتید. خب بله بله. یعنی که روزانه یعنی که تا نصف روزی به درس میرفتید. خب بعد از درس یعنی که می اومدید به مکتب موسیقی در خودی همون مکتب ما مکتب موسیقی، یعنی که مکتب موسیقی رو در خود دهه شما باز کردید و آموزگاران به آنجا رفته یعنی که نازکی‌های همین هنر رو به شما می آموختن. خب یعنی که من میخواستم اطراف اولین آزمونی که برگزار گردیده بود و مهرانه در آن شرکت ورزیده بود اطراف همون صحبت کرده باشیم که چگونه آزمون بود و چگونه شما راه یافتید به این آزمون و چی نام داشت این آزمون؟
بله سال 2008 در یک آزمون‌های فستیوال جمهوریوی با نام دونک در شهر خوجند برگزار گشته بود. تحت دستگیری استادانم عزیزов جلال‌الدین و سلیموف ناصر آنها با من پیشنهاد نمودند که تا اینکه من در همان چهاربینی اشتراک کنم. یگانه خرسندی هم این است که در همان چهاربینی زیاده از 8 دولت جهان اشتراک داشتند و من نیز در بین آنها شرکت ورزیدم. سزاوار جای سیوم گشتم. در دل یک حسیات گرفتم که یعنی باید در دیگر چهاربینی اشتراک کرده باشد. باری اول در همون چهاربینی در سنه کلان برآمد کردم، در خود یک حسیات پیدا کردم که اینقدر سند بزرگ است که خیلی خورد بودم در آنجا، لیکن شوق هوسم زیادتر شد نسبت بر همین سند. خب مهرانه شما خورد بوده، یعنی که هر یک نفره که در خوردی در دل یک آرزو دارد، یعنی که ایام خوردی یک زمانی هست که انسان حتی انتخاب را گم میکند که در آینده چی راه را انتخاب کرده باشد. خب شما همچون یک هنرمند از خوردی کدام کسب رو در دل میپروریدید و میخواستید که همون کسب رو در آینده پیشه کرده باشید؟ من از خوردی در دل هوسی سراینده شدم رو داشتم. بیشتر سرودهای کی رو گوش میکردید؟ نگینه رئوپова رو بسیار دوست می داشتم، معلمه عزیز. خیلی خرسند می شدم و آرزو می کردم که بار همه شده باشد که من در همین خیل چهاربینی ها در آینه نیلگون شرکت ورزم. خوشبختانه امروزها در آینه نیلگون هم شرکت می ورزم. بعد از ختم مکتب میانه پدرم با روزگی آنها و استادانم به دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شدم. در کدام شعبه داخل شده؟ فرهنگ شناسی. 5 سال در آنجا تحصیل کرد. خب مهران، من میخواستم پرسیده باشم که چرا مثلا از خورده شما مهر محبتتون به سراییدن سرود زیادتر بود، اما شما اومده در شعبه فرهنگ شناسی تحصیل کرده؟ در ناحیه متخصصی همین ساحه خیلی کم بود، از همین سبب من خواستم که همین یعنی که در شعبه فرهنگ شناسی تحصیل کنم و دیپلمی فرهنگ شناسی رو گرفته به ناحیه رفته کار کنید. خب بینندگان عزیز رو منتظر نمیکنیم، اینجا یک لحظه تنفس است و یک دانشجوی یک مؤسسه رو ختم میکند، دیپلم رو میگیرد، به خانه یک ثروتمند میرود و میدراید میگه که من دانشکده رو ختم کردم و صاحب دیپلم شدم. من زنگیر، من فهمیدم که شما دختر دارید و میخوام یکی از دخترهای شما رو خواستگاری کرده گرفته باشم و مرد در پیشش یک یعنی که شرط میگذارد و میگوید که من 3 دختر دارم، یکی 18 ساله، دیگری 25 ساله و سومین باشد 32 ساله. اگر تو دختر 18 ساله هم رو گیری $18,000، 25 ساله دخترم رو گیری $25,000 و اگر دختر 32 ساله هم رو گیری $32,000 من به تو تحفه میکنم. و این جوان کمی فکر میکند و میگوید که اکا یگان دختری 50 ساله 40 ساله نداره. و بینندگان عزیز این حال ما یعنی که گوشت، پیاز و سبزی رو همراه کردیم، وارد دیگ گردانیدیم. اکنون ما از بالایش قلمفوری برغوری، کارتوشکا، پمیدور، لبلبو و این چنین همین سیر پیاز رو یعنی که آماده میکنیم تا خوراک ما باز هم با لذت تر آید. خوب مهرانه، شما اومدید به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان در شعبه فرهنگ شناسی تحصیل کرده. خب یعنی که مهر و محبت زیادتر بود به موسیقی و شما در چندین آزمون ها ایام دانشجویی نیز اشتراک کردید. یکی از آنها این در آزمون تلویزیونی که بخشیده به روزی مادران بود، یعنی که در آن اشتراک ورزیدید و سزاوار جای اول گردیدید. میخواستم اطراف یعنی صحبت کرده باشم که چگونه شد، یعنی که چگونه شما رو یافتید به چنین یک آزمون؟ وقتی که پدر به من گفتند که در تلویزیون یک برنامه است با نام مادر، میتونی در آن برنامه اشتراک کنی؟ من گفتم بله. در مدت 1 هفته من این سرود مادر رو مشق نمودم، یعنی که آماده کردید؟ نمودم و در آن آزمون اشتراک کردم. راستی اون قدر باور نداشتم که در این آزمون غالب میویم و سزاوار جای اول نیز گردم. وقتی که به من گفتن
که مهرانه در جای اول هستی خیلی خرسند شدم. و شاید این لحظه بینندگان رو انتظار نمیکنیم و یک پاره سرود می سرایت. پس از چند لحظه بینندگان عزیز صحبت ما باز ادامه خواهد کرد. لبی آب نشسته من ناز کنم، عزیزی رفته را فریاد کنم، عزیزی رفته کایایی بکنار، عزیزی رفته کایایی بکنار. این دلی خسته را آزاد کنم، این دلی خسته را آزاد کنم. لبی آب نشسته من ناز کنم، عزیزی رفته را فریاد کنم. لبی آب نشسته من ناز کنم، عزیزی رفته را فریاد کنم. عزیزی رفته کایایی بکنار، عزیزی رفته کایایی بکنار. این دلی خسته را آزاد کنم، این دلی خسته را آزاد کنم.
بینندگان عزیز گرامی، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمانی نوبتی برنامه ماست مهرانه خیرالدین آوازخوان و عین حال بینندگان عزیز ما قسمتی از محصولات رو وارد دیگ گردانیدیم. اکنون ما کبودی ها رو وارد دیگ میکنیم و اینچنین کرم رو نیز وارد دیگ میگردانیم و پسان یعنی که ما منتظر میشویم تا 40 دقیقه تا همین خوراک ما پخته رسیده باشد و تا اون لحظه ما صحبت میکنیم با مهرانه. خب مهرانه گفتیم که شما اومدید در آزمون اشتراک کردید و بعدتر یعنی که این لحظه من میخواستم اطراف سفرهای هنری که بیرون از وطن کردید شما و تا جای من میدونم شما بحری آن همون مهاجران بحری آن تاجیک زبانانی که بیرون از وطن هستند تشنه سرود و موسیقی های تاجیکی هستند سفر کردید و بارها بحری ایشان یعنی که سرودهای تاجیکانه را سراییدید و میخواستم اطراف همین سفرهای هنری صحبت داشته باشم که چگونه میشدن یعنی که به کجاها سفر کردید شما؟ یک مدت در شهری مسکو با یک چند گروه سرایندگان در آنجا بودیم. کنسرت های خود را بهری همون نفرانی که در شهر مسکو کار و فعالیت دارند بهری آنها کنسرت های خود را پیشنهاد نموده بودیم. خیلی هم خوب قبول کردند کنسرت را و ما هم نیز خرسند شدیم که تاجیکانی ما در آنجا کار و فعالیت میکنند. خیلی خرسند شدن وقتی که ما با لباس ملی خود به صحنه برآمدیم در شهر مسکو. خیلی خرسند شدن که چقدر تاجیکان ما فرهنگی والا دارند و لباس پوشی یگانه دارند. خیلی هم دخترانی زیبا هستند. خرسند شدن و ما نیز خیلی خرسند شدیم از آنها. بعد از مسکو با یک چند مدت دیگه در شهر قزاقستان نیز در کنسرت بودیم. بحری تاجیکانی خود نیست یک کنسرتی خیلی هم زیبا پیشکش مخلصان گردانده بودیم. خیلی هم خوب آنها پذیرفتن و فکر میکنم این لحظه ما همین کرم ها رو در دیگ میچینیم کمی آب میاندازیم و انتظار میشویم تا لحظه که خوراک ما آماده میگردد. خب مهرانه یعنی که پس از ختم دانشکده یعنی که رو آوردید به ایجادیات مستقل یعنی که تا این دور یعنی که شما 2 و یا 3 سرود داشتید که ایجاد کرده بودید بیشتر یعنی که اون سرودهای شادروان نگینه راوپا رو زمزمه میکردید بازخوان میکردید. خب بعدتر یعنی که خواستید که مستقل باشید و بعدتر خواستید که سرودهای خود رو یعنی که آماده کرده باشید. یعنی که من لازم میخواستم که پس از ختم دانشگاه شما به کجا روانه شده؟ بله پس از ختم دانشکده یک چند مدت در فرهنگ ناحیه ورزاب کار و فعالیت نمودم و حاضر باشد عینی ها در کلوبی مرکزانیده شده حکومت شهر دوشنبه همراه استاد عزت شریفی کار فعالیت داریم. همراه آنها سرودهای نو را آماده کرده ایستاده‌ایم بهره استقلالیت. یک چند سرودهای را آماده نموده ایستاده‌ایم که در نزدیکی ما جشن استقلالیت را یعنی پیشواز میگیریم در سطح بلند یعنی که بحری مخلصان پیشکش کرده باشد سرودهای تر و تازه خویش را. بینندگان عزیز ما منتظر میشویم 40 دقیقه تا لحظه که خوراک ما آماده میگردد و این حال ما قرار داریم در استودیوی تلویزیونی دوشنبه در برنامه بایشتی ها با مهرانه خیرالدین و سرپرستی ماست شرکت قناتی 3 تا 5. این لحظه یک لحظه تنفس است. من بهر مخلصان یک لطیفه میگویم بسان یعنی که این برنامه را ادامه میدیم. یک دوست است به یک مغازه میدراید دزدی میکند و کارمندان پلیس او را دستگیر میکنند و میگویند که چرا تو دزدی کردی؟ میگوید که عیبی من نه عیبی همون صاحب مغازه. میگوید چرا؟ میگوید در همون آینه درآمدگاه نوشته است که امکانیت را از دست نده. و بینندگان عزیز یعنی که این لحظه ما خوراک را آماده کردیم. خب مهرانه شما اومدید به کلوبی مرکزانیده شده نزد ریاست فرهنگ شهر دوشنبه در آنجا با همراهی هنرمندانی که در این کلوب فعالیت میکنن یعنی که شما یعنی همچون یک آوازخوان همچون یک خان آوازخوانی میکنید. خب میخواستم اطراف آن صحبت کرده باشم که امروز
در هر یک جشن و مراسم، در هر یک جشن هایی که در شهر دوشنبه برگزار میگردد، کلوب یعنی که چورابینی های فرهنگی رو تشکیل میکنند. در آنجا هنرمندان هنرنمایی میکنند. یعنی که امروز میخواستم که بپرسم که کار در کلوب مرکز آنیده شده چگونه است؟ خیلی هم خوب است. دویم در جستجوی سرودهای نو هستیم. استاد عزت شریفی به ما کمک میکنند. سرودهای نو رو ما آماده کرده ایستاده‌ایم. خیلی هم خوب است. و فکر میکنم که در آینده نزدیک نیز با چند سرودی وطن پرستی خاطر مخلصان را شاد میکنید. و تا جای ما آگاه هستم شما یک تازه ترین سرودی خود را با نام تاجیکستان ثبت کرده. خب میخواستم در اطراف تولید این سرود صحبت کرده باشیم. چگونه ایجاد شد این سرود؟ یک کتاب از قربان جان سنگینی غزل‌های اون رو خوندم و این سرود تاجیکستان رو خوندم و من خیلی ها پسند گردید. در آن خود از خود آهنگ ایجاد نمودم و به کارخانه آمدم و یک رفیق نزدیکم منوچهر سلیمزاد به آن کس این شعر را پیشنهاد نمودم که همین سرود را من آهنگ ماندنی هستم به من کمک میکند که همراه این آهنگ را ایجاد نماییم و همراه نیز این آهنگ را ایجاد نمودیم. همین در حقیقت همین سرود به همین تاجیکستانی ما منسوب است. بهار بیخزانی تاجیکستان، دوشنبه جوانی تاجیکستان، شدی آبا در این دور زمان، چو باغ و بوستانی تاجیکستان. و اگر این را با شما با سرود خوانید باز هم زیباتر می شود، نه؟ بهاری بیخزانی تاجیکستان، دوشنبه جوانی تاجیکستان، شدی آبا در این دور و زمان، چو باغ و بوستانی تاجیکستان. بهاری بیخزانی تاجیکستان، دوشنبه جوانی تاجیکستان، بهاری بیخزانی تاجیکستان، دوشنبه جوانی تاجیکستان، شدی آبا در این دور و زمان، چو باغ و بوستانی تاجیکستان.
بینندگان عزیز و ارجمند، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطر رسان میکنیم که سرپرستی برنامه ماست شرکت خانواده 3 تا 5 و مهمان نوبتی برنامه ماست مهرانه خیرالدین آوازخان. و عین حال بینندگان عزیز، ما تمام محصولاتی که بهره خوراک دملمه استفاده می شود، یعنی که در دیگ یعنی که انداختیم و سرپوش دیگ رو گذاشتیم و منتظر میشیم 35-40 دقیقه دیگر است که خوراک ما آماده شده باشد و تا اون لحظه ما صحبت خیش رو با مهرانه ادامه میدیم البته. و خب یک مرد این لحظه یک لطیفه دیگر بهره بینندگان میگویم. یک مرد به مغازه قالین فروشی میرود و میگوید که برای من یک قالین بلندصفت دهید. میگه چرا؟ میگه یک قالین دید که ندارد. میگه بعد قالین فروش کمی نگاه میکنه و میگه شما چند فرزند دارید؟ میگه که 13 فرزند دارم. میگه نباشه در خانه تون اسفالت خوبانید. و بینندگان عزیز، عین حال اینه که منتظر پخته رسیدن خوراک هستیم و مهرانه یعنی که تو این دم صحبت داشتیم اطراف تولید سرودی تاجیکستان که این لحظه کارگردانی ما برای شما پخش کرد. خب میخواستم وقتی که صحبت ما در آنجا مون که شما آمدید با همراهی هنرمند آهنگساز منوچهر سلیمزاد، یعنی که با هم یعنی که تمرین کرده. خب چی نقشه ها هست؟ یعنی که چگونه همین سرود رو وقتی که بند و بست کردید، سراییدید، ثبت کردید، آماده کردید، خب چی نقشه ها پیش شما اومد و امروز آینده این سرود رو چگونه دیدن میخواهید؟ بله درست قید کردید. وقتی که این سرود رو ما ثبت کردیم در دلم یک حسیاتی نوی پیدا شد که چقدر که میگویند چقدر که طفل از مادر به دنیا میآید، روز تا روز هم دوشنبه ما تاجیکستانی ما هم زیبا گشته ایستاده است، گرد و اطرافهایش پر از گل و گلزار. و من در دل در خود یک تصمیم گرفتم که این سرود رو در گرد و اطرافهای دوشنبه، چقدر که دوشنبه ما روز تا روز زیبا و آباد گشته ایستاده است، در گرد و اطرافهای همین دوشنبه همین سرود رو کلیپ نمایم، یعنی که ثبت نمایم. مهرانه کوشش میکند که آن سرودهای را انتخاب کند که خاص زنها باشد. و مهرانه شما در آغاز گفتید که در آزمون تلویزیونی که در شبکه یکم یعنی که در تلویزیون تاجیکستان شد در وصف مادر سرود سراییدید و چندین سرود سراییدید در وصف مادر. و این چنین یک مود دیگر هست، یعنی که بیشتر هنرمندان کوشش میکنن که یک سرود در وصف مادر سراییده باشد. چرا در وصف پدر نه؟ بله درست قید کردید. در چند برنامه هایی که اشتراک کردم به همین دویم به من سوال میدهند که چرا محض بسیاری سرایندگان درباره مادر سرود میخونند و درباره پدر کم است. و من در خود یک تصمیم میگرفتم. وقتی در دانشگاه تحصیل میکردم، معلم عزیزم فضیلت بانو یک سرودی پدر رو زمزمه کرده بودن در نزد من. همون سرود در یاد من است، در جستجوی همین سرود هستم. اگر خواهید 4 مصرع اون رو بر شما زمزمه نمایم. امروز میدان مهرانه است. چیزی که خواهد، چیزی که میخواند بهره مخلصانش، زیرا که مخلصان تشنه همان ایجاد هستند، یعنی که میخوان بیشتر واقف باشن از ایجادیات، از سرودها. مرحمت بسرایید. تشکر. لحظه هایی از محبت پر شرر دارد پدر، یک دلی صافی چو آتش و لور دارد پدر. لحظه او پی برد از حالتی فرزندی خود، روزگار و هستی ما را بسر دارد پدر. روزگار و هستی ما را بسر دارد پدر. مهرانه بیشتر من توجه کردم که در ایجادیات خود میخواهید که از سرودهای خلقی بیشتر استفاده برید. آن واژه های استفاده برید در سرودهای خیش. بیشتر زنها من فکر میکنم که در برابر که ایجاد میکنن، یعنی که آنها چی هستند؟ اجراکار هستند. آن آهنگ را، آن شعر را، مثلا آن سرود و آهنگی که یک جا آماده می شود با یک هنرمندی زن بیشتر پیشنهاد میکنن به صدایش موافق باشد می سراید و در سبک اصول شما بیشتر
دیده می شود که شما بیشتر سرودهای خلقی می سراید. یعنی که میخواستم پیشنهاد است که بود یک ترانه زیبایی دارید که سبزینه بچه است و میخواستم اطراف این سرودی سبزینه بچه صحبت کرده باشیم که چگونه ایجاد شد. وقتی که از کتابی روایت های خلقی خواندن کردم، یک 4 مصرع از همون کتاب ها گلچین کرده و این سرود رو آماده نمودم. با کی آماده نموده؟ با استادی محترم که با من این حال همکاری دارن در کلیپ سرودهای من، آهنگای من به من کمک میکنن. محمد علی سبزعلی این نفر به من کمک نمودن در آهنگ و خودی این سرود رو آن کس به من هدیه تحفه نمودن. یعنی که من گفتم که زنها بیشتر یعنی که چی میشوند؟ اجراکار میشوند. یعنی که پیشنهاد میکند کارگردان یا که آهنگساز یا بسته‌کار، یعنی که زنها بیشتر چی هستند؟ یعنی که اجراکار هستند، اجرا میکنن همون سرود رو. و این سرود شما رو من خطا نکنم در تلویزیون نوای ازبکستان و در تلویزیون موسیقی افغانستان نیز بارها، یعنی که وقتی سرودهای تاجیکی میشود یعنی که پیشنهادی یعنی که مخلصان خود میگردانند و میخواستم اطراف ثبت آن که یک خوب ثبت شده است در یکی از باغ‌های زیبای شهر دوشنبه با همراهی گل دختران. میخواستم اطراف همون مشکلات و یا همون پرابلم ها، همون مشکلاتی که در ثبت کلیپ بود صحبت کرده باشیم. وقتی که این سرود رو در یک کنسرت سرایده بودم، در دل یک ایده پیدا شد که این سرود رو من باید با طرز زمانه خلقی پیشنهادی مخلصان گردانیم. با همراه استاد در یکی از باغ‌های زیبای باغ ایران این سرود رو ما ثبت نمودیم با همراه گلدخترانی دانشکده و این سرود رو پیشکش مخلصان گردانیم. و این لحظه بینندگان عزیز ما مخلصان رو منتظر نمیکنیم چون یک لحظه خیلی خوب هست و دختر به نزدی بینای بلند آشیانه زندگی میکند. دالانی هم میبراید و میگوید که سونی دوگانه هایش که دیگر شما مرا نمیابید، همین قدر میکوبید نمیابید. بعد حیران میشه، میگه چی گپ شد؟ مبادا خودت را کشتنی نباشه. میگه نه، لاگین و پرول فیسبوک را فراموش کردم. و بینندگان عزیز این حال ما شما رو منتظر نمیکنیم. مهران آماده است که پاره از این سرود بهر ما و شما بسراید. مرحمت. انای بامی بلند نظاره دارم یاره، انا سبزی نه بچه میل جدایی داره. انا گفتم درد دل ای بهر کشکی سکنم، انا سبزی نه بچه میل جدایی داره. انا گفتم درد دل ای بهر کشکی سکنم، انا سبزی نه بچه میل جدایی داره. گفتم بخد را مشکنم جان گرفتارش کنم، ای خواب دارش کنم، ای بدم گرفتارش کنم. گفتم بخد رامش کنم، جان گرفتارش کنم، ای خواب دارش کنم، ای بدم گرفتارش کنم.
بینندگان عزیز و گرامی، برنامه با اشتیاق ادامه دارد و مهمان نوبتی برنامه ماست مهران خیرالدین آوازخوان جوان و محبوب و سرپرستی برنامه ماست شرکت قنادی 3 تا 5 و عین حال ما منتظر هستیم تا لحظه که خوراک ما آماده شده باشد و این لحظه بار دیگر من خاطررسان میکنم که ما اول به دیگمون روغن، بعد از آن گوشت، پیاز، قلنفور بلغاری، پمیدار، سیرپیاز و این چونین کرم را همراه کردیم. این چونین لبلبو رو یعنی که وارد کردیم، کمی آب انداختیم و منتظر میشویم تا آن لحظه که خوراک ما آماده میگردد. خب میخواستم پرسیده باشم چی نقشه ها هست تا امروز که میخواهید که عملی کرده باشید اون نقشه های خود رو همچون یک هنرمندی جوان؟ وقتی که ما در کنسرت ها برآمد میکنیم با ما نیز بسیار سوال ها میدهند از طرفی تماشابینان که چرا مهران سرودهای تو کم است، چرا کنسرت خود رو برگزار نمیگردانی و نیز من در دل خود یک آرزوی دارم که سرودهای زیاد جمع نمایم بهر آن مخلصان یک کنسرت خود رو برپا دهم. انشاءالله همه اینها را آهسته آهسته عملی میگردانم و چقدر که میگویند وقتی که بسته‌کاران، آهنگ سازان سرودها را آماده میکنند محض به هر یک صدا موافق نمی آید، ولی بسیاری آن آهنگسازها به من هم نیز سرودها را پیشنهاد میان و سرود آنها بسیارش به آواز من موافق نمی شود. و همین شما کوشش میکنید که آن سرودهایی را ایجاد کرده باشید یا که قبول کرده باشید که با آوازتان یعنی که یک خیل باشد. و من میخواستم این لحظه پرسیده باشم که هر یک هنرمند وقتی که یک جاده رو پیشه میکند، یک راهی رو پیشه میکند، حتما کوشش میکند که یک ژانر شخص شده رو نقبیده باشد، یعنی که پابند یک ژانر نباشد. خب یعنی کوشش میکند که باز دیگر ژانرها رو از خود کرده باشد، اگر نسرایت هم لیک باز از خود کرده، یعنی که میخواهد که بحری خود از خود کرده باشد. خب امروز میخواستم پرسیده باشم که شما از عهده سراییدن در چند ژانر میبرید؟ ولی من نیست از ژانری شش مقام نیست سراییده میتوانم و از فلک هم نیست سراییده میتوانم. چقدر که میگوین به یک مرد 40 هنر کم است و هر یک صنعتکار، مثلا بعضی صنعتکار هست که بسیارتر فلک رو دوست می‌دارد و آوازی همون به همون فلک بسیار منصوب است و صنعتکار دیگری هست که از عهده سراییدن شش مقام میبراید و نیز من از خود یک باوری کامل دارم که هم از عهده فلک میبرایم و هم از عهده شش مقام و بسیارتر خود استرادا را دوست می‌دارم، چون که جوانای حاضره بسیارتر میل و رغبتشان به همین استرادا زیادتر است. استرادی زیاد است. خب مهران، در برابر اونه که آوازخوان هستید، در برابر اونه که در جستجوی شعر و آهنگ ها هستید، در برابر این در چوربینی ها بند هستید، در چوربین ها، در محفل ها، یعنی که بیشتر شما دعوت میشوید. خب میخواستم پرسیده باشم در این برابر باز کدام هنر رو از خود داری؟ بله، من از خوردی هنری گلدوزی رو نیز از خود کرده بودم. اما 5 سال شد شما به فکرم که اون دکان رو دست نگفتیدم خیلی است. بله، وقتی که در دانشگاه تحصیل میکردم کمی هوش یادم فقط در تحصیل کردن و از قفای ایجاد بود. بعضی حالت های می شود که چون ما صنعتکار هستیم برای خود یک لباس ملی رو باید خود ما انتخاب نماییم و من هم در خانه به وقتای بیکاری برای خود از لباس گلدوزی این و دیگر لباس های ملی برای خود آماده می نمایم. خب مهرانه گفتیم که یعنی که آن سرودهایی که شما می آفرید بیشتر در ژانرهای خلقی هستند. بله. یعنی که پیشنهاد میکنید در برابر اونه که سرودهای استرادی می سرایید و باور کنید وقتی که کلیپ کنسرت های شما رو تماشا کرده می شود، یعنی که در آنجا شما با چند پیراهن یعنی که برآمد میکنید، یعنی که اگر همون سرود 3 دقیقه 4 یا 6 دقیقه باشد، یعنی که شما در همون سرود قریب که 6-7 لباس رو یعنی که از بر میکنید تا همون جلو و زیبایی همون لباس ملی رو تجسم کرده باشید. خب یعنی که در انتخاب لباس به شما کی کمک میرساند؟ در انتخاب لباس به من اپاهایم کمک میکنن
و بسیارتر خودم انتخاب میکنم لباس های ملی رو، چون روز تا روز دوشنبه ما زیبا آباد گردیده است و ما صنعتکاران باید لباس ملی خود را حتما بپر کنیم. در کنسرت های بیرون از وطن اشتراک کرده، در روزهای جشن هایی که مثلا تاجیکان روی عالم جشن میگرفتن، شما رو بیشتر به مملکت قزاقستان و روسیه دعوت میکردن و شما در آنجا میرفتید سرود میسرایید. خیلی میدیدید 4 سرود 5 سرود پیش خود مقصد میگذاشتید که من وقتی برگردم کوشش میکنم تو این نوبتی که مرا دعوت میکنن من سرودهای نو کرده باشم. یعنی این مقصد در نزد شما بود؟ بله، وقتی که ما رو دعوت کرده بودن در شهر مسکو با لباس ملی با سرودهای نو در آنجا ما کنسرت را گذراندیم و بعد از برگشتنم بر دوشنبه باز و خود یک ایده نو رو گرفتم که بار دیگر هم دعوت شدم با سرود نو و نزد آنها برگردم. یعنی که خب شما تصمیم گرفتید، خب بعد از آن چند سرود آماده کردید پس از برگشتن؟ بله، یک چند سرود ها رو آماده کردم و یک چند سرودی آن حالا آماده کرده استادم. خب میتونیم لحظه پاره از این سرود بشنویم؟ یاری هیلگر بر ما بکن نظر، ای حال دل زارم باری بگیر خبر، ای حال دل زارم باری بگیر خبر. یاری هیلگر بر ما بکن نظر، ای حال دل زارم باری بگیر خبر. یاری نغمگری بر ما بکن نظر، ای حال دل زارم باری بگیر خبر، ای حال دل زارم باری بگیر خبر.
بینندگان عزیز و گرامی، برنامه با اشتهای ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمان نوبتی برنامه ماست مهرانه خیرالدین و سرپرستی برنامه ما شرکت قنادی 3 تا 5 و عین حال بینندگان عزیز خوراک ما آماده شد. ما منتظر شدیم تا لحظه که سرودها برش پخش کردید و عین حال فرصت فرا رسید، یعنی که ما از این خوراک مهرانه میکشد به من از تمام لذت اون با شما قصه میکنم. مهرانه آماده است که از این خوراک کشیده به راوی پیشنهاد کند و از تمام لذت اون، یعنی که به شما بگویم که تا چه اندازه از عهده هنر پختن همین خوراک برآمده است. و خب مهرانه بگید که شما در چند ماه یک مرتبه خوراک آماده میکنید؟ من بسیار در خانه با کارهای خانگی مشغول هستم و خوراک پختم، چون در خانه دختر خردی هستم و همیشه کوشش میکنید که از عهده پختن همه خوراک ها برآمده باشه. و بینندگان عزیز، این خوراک از دیگر دملمه هایی که دیگر هنرمندان در برنامه آماده کردن به کلی فرق دارد. چگونه به کلی فرق دارد؟ یعنی که از یک طرف ما گوشت اون رو در روغن به مثل شوربا، یعنی که کمی بریون میکنیم و بدون باشد گفتیم، یعنی که همه آن رو بریون میکنیم و از بالایش که کرم ها رو وارد میکنیم، آب میریزیم و منتظر میشیم. شما در برنامه قبلی یک خورش آماده کرده بودید و در این برنامه باشد یک خوراکی دملمه آماده کردید. خب مهرانه، طول یک ساعتی که در برنامه با اشتیو بودی، چی بود برنامه با اشتیو؟ خیلی هم خوب بود برنامه. برای من یک برنامه فراموش نشونده در خاطر من میموند. مینداری خودم رو به شما بیان میکنم که مرا در چنین برنامه دعوت نمودید و با همه تماشابینان برنامه تلویزیونی دوشنبه HD صحتی و سلامتی سربلندی رو تمنا دارم. تشکر زیاد بینندگان عزیز، چون فرصت فرا رسید ما از این خوراک چشیدن میکنیم و از طعم لذت آن میگوییم که تو چه اندازه از هنر پختن دملمه برآمده است مهرانه بانو. و کوشش کنید بینندگان عزیز که هیچگاه سر و سیمه نشوید. حتما که خوراک باید کمی خنک شود. باور کنید بینندگان عزیز، خوردن این خوراک را ما در تابستان به شما توصیه نمیدیم، زیرا که بسیار با قوت و با لذت است. زود شما را می‌تسباند. احسن به شما برای یک آماده کردن یک خوراکی با لذت و این لحظه از نام سرپرستی برنامه شرکت قنادی 3 تا 5 من یک شیرینی بهر اشتراک در برنامه به شما میسپارم. من بینندگان عزیز و گرامی، اینجا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در انتها بهراتان خانه آباد و روزگاری آسوده را تمنا داریم. با شما بودیم مهرانه خیرالدین، آوازخوان جوان، شرکت قنادی 3 تا 5 و من مهراب اسدالله. تا نزدیکترین دیدار، روز روزگارتان خوشباد. خیر.